غیر از اون من خودم شخصا خیلی طرفدار ادی هستم که یک مجلس خوشی و خنده و شوخی باشه، اما دور از گناه و معصیت. نکته مهمی است. نکته مهمی است که مجلس ما باید مجلس خنده باشه، مجلس خوشی باشه، ولی مردم ساعتشان خوب تیر شوه، اما دور از گناه و معصیت. مشکل در این نیست که اگر مثلا علما نمیان و ساده نمیان، باز میگن که خب ما مجبوریم حتما یک خواننده بیاد اون صحبت بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مردم ما را نفهم فلان میگه و خنده میکنه. همه از این گپا ناشی میشه، من تصور میکنم از یک نکته اساسی، او عدم فهم درست اسلام و عدم عمل کردن کامل به اسلام هست. الله تبارک و تعالی در قرآن کریم دستور میده یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای کسانی که ایمان دارین در اسلام به صورت کامل داخل شوید. به صورت کامل داخل شدن به اسلامی است که انسان مسلمانی در هنگام مراسم خوشی و عروسی خودم احکام الله را فراموش نمیکنه. در هنگام مصیبت هم که برش میرسه احکام الله را فراموش نمیکنه. اگر در فقر قرار میگیره احکام الله را فراموش نمیکنه. اگر در نعمت قرار میگیره احکام الله را فراموش نمیکنه. و کامل داخل شدن در اسلام است که یک انسان مسلمانی عقیده خود را هم اسلامی بگردن، همون رقمی که جناب استاد حکیمی توضیح دادن، عبادتش هم اسلامی باشه، اخلاقش هم اسلامی باشه و ساختارهای خانوادی را که در زندگی میکنه هم اسلامی باشه، معاملات اقتصادی را هم که انجام میده اسلامی باشه، نظام حاکم سیاسی در جامعه هم اسلامی باشه و همه ساختارهای جامعه در زیر چتر قوانین عادلانه و حکیمانه الهی پیش برند. کامل داخل شدن به اسلام به این معنا هست. و پس از کسانی که ادعای داخل شدنشان به اسلام یک ادعای محض زبانی است، فقط در هنگام یک مجلس باشه، یک گپی باشه، خوب داد از اسلام نمیزنند. اما اگر از بپرسی که تو از اسلام چقدر فهمیدی، دانش دینی شما چقدر هست، من یک نمونه را برای شما ذکر میکنم. من الحمدلله در پانتون که درس میدیم، در اونجا که نخبه های جامعه ما هستند، بدون استثناء براتون میگم، من بسیاری وقتا تنها مفهوم لا اله الا الله محمد رسول الله را از محصلین پانتون وقتی پرسان میکنی اکثریتشون درست نمیفهمن. خب این سطح دانش ما از دین هست و چی رقم توقع داشته باشیم با اینمی درجه از سطح دانش دینی امیدوار برای نجات اخروی را داشته باشیم.